بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عرض سلام و مجدد دارم خدمت شما آقای انصاری. هستم دوباره سلامت. بفرمایید برادر عزیز، بفرمایید. من سوال میخواستم پرسان کنم از شما سید. میخواستم سوال من رابطه به می شرطه علتقیو به ام المؤمنین عایشه و خلفای راشدین بود. بله. پرسان کنم که اگر ما در برابر کسانی که توهین میکنن به خلفای راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق یا حضرت عثمان غنی یا حضرت ام عایشه، ما در برابر از اینا استاد بشیم، استفاده کنیم، اگر شدیم چی درجه داریم، کشتیم چی درجه داریم. میخواستم در همین رابطه یک توضیحات بکنم سید. باشه چشم، در این مورد صحبت میکنم. تشکر از شما. از شب رو شما سید امیدوار هستم که خداوند به شما طولانی بده، از عمر ما کم کنه و عمر شما اضافه کنه. شما چون به خاطر مدد جامعه سلامت باشید. با فرمانا هستید، از خداوند به شما صحتمندی، تندرستی کامل میخواهیم. خداوند شما و فرار شما عمر طولانی نصیب کنه که شما در خدمت مسلمانان باشید. زنده باشید. تشکر از شما برادر عزیز. زنده باشید. تشکر. شب شما خوش. زنده باشید. خداحافظ شما. ببینید الله سبحانه و تعالی به شما و به همه بینندگان عزیز ما طول عمر و سعادت دارین نصیب بکنه و برای ما دعا بکنید. یعنی خیلی از موفقیت هایی که الحمدلله الله سبحانه و تعالی نصیبمون کرده یقینا سببش اون دعای خالصانه شما عزیزان در پیشگاه الله سبحانه و تعالی بوده. قضیه این که ما در مقابل کسانی که سب صحابه میکنن، توهین به امهات المؤمنین میکنن، من قبلا هم گفتم زندگی برای انسان در آن جایی که قدرت داشته باشی و به مادر توهین بشه هیچ معنایی نداره. من تصور میکنم شما با من این رو یعنی تصور بکنید که جایی در مجلسی نشستید، یک کسی بلند بشه العیاذ بالله به مادر شما تهمت بزنه، به مادر من تهمت بزنه، تهمت زنا بزنه. عکس العمل ما چگونه خواهد بود؟ همینطوری میشینیم نگاه میکنیم به طرفش میخندیم؟ اگر این کارو کردیم، من دوست ندارم این کلمه رو ذکر بکنم، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماین این انسان دیوس است. کسی که در مقابل نوامیس خودش غیرت نشون نده، این کلمه شرعی است، در حدیث اومده. بعضیا خوششون نمیاد از این کلمه، خوششون نیاد. رسول الله صلی الله علیه و سلم اینو فرمودن. آیا اگر به ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها هم توهین بشه، تهمت زده بشه، همون عکس العملی رو خواهیم داشت که در مورد مادر خودمون داریم؟ اینجاست که ایمانتون رو باید بسنجید. من گفتم سوره براءت که براءت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، سوره نور، این سوره میزان است. عایشه میزان است رضی الله تعالی عنها، محبوبه رسول الله صلی الله علیه و سلم میزان نفاق و ایمان است. کسی که به حضرت عایشه میخوای ایمانتو بسنجی، ببین که محبتت به عایشه چقدر هست. به همون اندازه که به عایشه محبت داری ایمان داری، به همون اندازه که بغض و کینه به عایشه داری، به همون اندازه در کفر و زلال و نفاق غرق هستی. این حقیقت است. اینو نه سلفی میگه، نه وهابی میگه، نه فلان میگه، علان میگه. با کلماتم بازی نکنید. از همین الانم دارم به قزوینی و به همه دار و دسته آخوندهای تهران و قم و نجف بهشون میگم. من فقط در مورد اینها رأی و نظر یکی از مذاهب اهل سنت رو که حالا خیلی بهش میپردازن رو بیان میکنم. رأی مذهب حنفی، کتاب مرقات المفاتیح از ملا علی قاری حنفی. مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح
از علامه ملا علی قاری، اینم چاپ بیروت، اینم در صفحه 563. سلفی ها با شما مشکل دارن، حنفی ها مشکل ندارن. فوالله الذی لا اله الا هو، حنفی حقیقی پیرو واقعی ابو حنیفه با شما مشکل داره. اما اینایی که خریدید با پول و با منصب و با درهم و دینار، اینا نه حنفی هستن نه سلفی هستن، اینا فلوسی هستن. پول، چقدر که سپاه بهشون پول بده، چقدر که بسیج پول بده، چقدر که اطلاعات بهشون پول بده، همون اندازه برای شما میرقصن. در صفحه 563 در این کتاب آداب در شرح حدیث 4817 در اینجا میگه که لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون أن الخوارج كسائر أهل البدع لا تكفر. خوارج مانند دیگر اهل بدعت تکفیر نمیشن. قلت و هذا فی غیر حق الرافضه الخارج فی زماننا. اما این حکم در مورد روافض که خوارج این زمان هستند نیست. فانهم یعتقون کفر اکثر الصحابه، یعتقدون شاید باشه اونها اعتقاد به کفر اکثر صحابه دارن، فضلا عن سایر اهل السنه والجماعه، و همچنین عقیده به کفر اهل سنت و جماعت دارن. فهم کفراتون بالاجماع بلا نزاع، بالاجماع و بدون منازعه، بدون شک اونها کافر هستن. ملا علی قاری وهابی نبوده، سلفی نبوده، یکی از علمای بزرگ احناف بوده. مرد هستید، جرأت دارید بیاد این چیزها رو نشون بدید به مردم که نظر احناف در مورد قزوینی و امثال قزوینی چیه. آلوسی حنفی، علامه عراق ابوالمعالی محمود شکری الآلوسی، سب العذاب على من سب الاصحاب، اینم شناسنامش، اینم صفحه بعدی. 239 صفحه 239 میگه والعجب کل العجب من الرافضی ینتسب لاب. میگه تعجب میکنم از رافضی که چطور خودش رو منسوب به پدرش میدونه. فان من نظر الى احوال الروافض، کسی که در مورد احوال روافض نظر بکنه، فی المتعه فی هذا الزمان، در مورد صیغه کردن در این زمان، لا یحتاج الی حکمه علیهم بالزنا، احتیاج به این نداره که حکم بشه بر اون، یعنی زناکار هستن، یعنی شکی نمیشه. الی شاهد ولا برهان، دلیل و شاهد و برهان هم لازم نیست که به اونها زناکار گفته بشه. المرأة واحدة منهم تزنی ب20 رجلا فی یوم و لیله. یکی از زنهای اونها، زنهای متع طبعا، منظور اینجا همه زنهای رافضه نیست، میگه که در یک شبانه روز شاید با 20 تا مرد هم زنا بکنن و تقول انها متع، بعد میگن که این متع است. این آلوسی حنفی. تشکر میکنم احمد جان. در صفحه 378 همین کتاب آلوسی در مورد رافضیا چی میگه؟ ولعمری ان کفرهم اشهر من کفر ابلیس. به جانم قسم که کفر اینها از کفر ابلیس هم بدتر است، آشکارتر است. و بغضهم للصحابه رضی الله عنهم لا یخفیه تدلیس ولا تلبیس. و بغضی که به صحابه دارن، این تلبیس و تدلیسی که انجام میدن اینو نمیتونه پنهان بکنه. اینا علامه آلوسی حنفی در صفحه 378 کتاب سب العذاب میگه. شرح عقیده طحاویه از ابن عز دمشقی حنفی در صفحه 738 میگه اصل رافضه‌گری انما احدثه منافق زندیق. اصل رافضه‌گری برمیگرده به یک انسان منافق و زندیقی که این دین رو درست
کرده. قصده ابطال دین الاسلام، هدفش باطل کردن دین اسلام بود. و القدح فی رسول الله، و تن وارد کردن در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم. کما ذکر ذلک علما، چنانچه علما اینو ذکر کردن. فین عبدالله ابن سبا، قضیه عبدالله ابن سبا رو ذکر میکنه که یک واقعیتی است در دین شیعه که اگر بکشن خودشون رو نمیتونن از خودشون دور کنن. صفحه 738 کتاب شرح عقیده طحاویه. این از این کتاب. در این کتاب، کتاب اصول اعتقاد اهل سنت و الجماعه از امام حافظ لالکایی، یکی از بزرگان احناف، در جلد اول صفحه 733 از امام ابی یوسف، قاضی ابو یوسف رحمت الله علیه، شاگرد بزرگ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه و رضی الله عنه، در این کتاب میگه در مطلب 1356 که امام ابو یوسف میگفتن که لا اصلی خلف جهمی ولا رافضی ولا قدری، من پشت جهمی و رافضی و قدری نماز نمیخوانم. حالا من از حنفیای واقعی میپرسم، اون ملای منافقی که میره پشت سر آخوندهای شیعه نماز میخونه، حرف اونو قبول میکنی؟ عمل اونو قبول میکنی؟ یا عمل امام ابو یوسف رو قبول میکنی، شاگرد امام ابو حنیفه امام اعظم رو؟ حرف کی رو قبول میکنی؟ اینجاست که حنفیت و نفاقت معلوم میشه. اینجاست که باید خودتو وزن بکنی. اونی که میره پشت خامنه‌ای و پشت علمای شیعه، علمای رافضی، کسانی که سب صحابه و امهات المؤمنین میکنن، نماز میخونه، حرف اونو قبول میکنی؟ کردار اونو قبول میکنی یا از امام ابو یوسف قبول میکنی؟ حالا اینجا حنفیتت معلوم میشه که واقعا حنفی هستی یا نه. کتاب المبسوط، شمس الدین سرخسی، دارالمعرفه بیروت اینو چاپ کرده در جلد 8، در اینجا در صفحه 92 میگه روافض یک قومی هستن که تهمت میزنن، از دروغ پرهیز نمی کنن، بل بناء مذهبهم علی الکذب، اساس مذهبشون بر دروغ بنا نهاده شده. مثل قزوینی که دروغا شما بارها در اینجا پخش کردیم، صفحه 92. این نظر سرخسی، یکی از علمای بزرگ احناف. فتاوی الهندیه، بزرگترین کتاب فتوا در مذهب امام اعظم، من فتاوی العالمگیریه المعروف بالفتاوی الهندیه فی مذهب الامام الاعظم ابو حنیفه النعمان صائب قدر الافخم نفعنا الله ببرکته. این کتاب در صفحه اینجا مطلب طولانی است در مورد، در صفحه 264 در اینجا در مورد روافض میگه الرافضی اذا کان یسب الشیخین، رافضی که سب شیخین میکنه والعیاذ بالله، فهو کافر. کافر، این فتوای احناف است، فتوای عالمگیری، فتاوی الهندیه. کسی که سب شیخین میکنه و لعنشون میکنه، فهو کافر، کافر است. اینو نه سلفی میگه، نه علفی میگه، نه وهابی میگه، نه من میگم، نه وصال حق، نه فلان علان. اینو فتاوای مذهب احناف میگه. کسی که سب شیخین بکنه کافر است. طولانیه. کسی که حضرت عایشه رو بهش تهمت زنا بزنه، کفر بالله، کافر است. کافر است. کسی که به حضرت عایشه تهمت بزنه کافر است. کسی که امامت ابوبکر صدیق رو انکار بکنه کافر است. من انکر امامت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فهو کافر. کسی که امامتش رو انکار بکنه کافر است. کسی که خلافت عمر رو انکار بکنه کذالک کافر است. کسی که در
مورد عثمان و علی و طلحه و زبیر و عایشه رضی الله عنهم اینها رو تعل و نعل بکنه کافر است. این رأی در آخرش چی میگه؟ در اینجا میگه که هؤلاء قوم خارجون عن المله، این قوم از ملت خارج هستند، از ملت الاسلام. و احکامهم احکام المرتدین، حکم روافض حکم کی است؟ مرتدین. این رو احناف میگن. حالا مرد غیرت و شهامت داره قزوینی بیاره 4 تا عالم واقعی حنفی رو که این مطالب رو انکار بکنن. این واقعیت است. این کتاب العرف الشدی در شرح سنن ترمیزی از مولانا محمد انور شاه کشمیری، یکی از علمای بزرگ احناف، جلد اول. در اینجا میگه اختلافو فی تکفیر روافض، در مورد تکفیر روافض اختلاف وجود داره. ولی الاحناف قولان، اما احناف 2 قول دارن. قیل انهم کافرون، یک قولی میگه که اونها کافر هستند، و قیل لا والمختار تکفیرهم، اما قول صحیح این است که آنها کافر هستند. فان مکفر جمهور الصحابه کافر، کسی که جمهور صحابه رو تکفیر بکنه کافر است. و قصر الروافض الاسلام على 9 اصحاب او 7، روافض اسلام رو مختصر کردن در 9 تا یا 7 تا یا 5 تا. و اختلاف اقوال، ولی روافض فی القرآن العظیم اقوال، و در مورد قرآن عظیم هم اقوال دارن. میگن که زاد فی عثمان و نقص، میگه که عثمان کم و زیاد کرده در اون. همه این موارد سبب میشه که این رو در باب کفر بیاره که اونها کافر هستن. اینم از مولانا کشمیری، یکی از علمای بزرگ احناف. این کتاب طبقات السنیه فی تراجم الحنفیه در مورد علمای احناف نوشته شده که تقی الدین مصری حنفی اینو نوشته، جلد اول، تحقیق عبدالفتاح محمد حلوه، در صفحه 183. در اینجا در صفحه 183 این کتاب میگه که عایشه رضی الله تعالی عنها بعد خدیجه الکبرى افضل النساء العالمین، عایشه بعد از خدیجه رضی الله تعالی عنهما افضل ترین زنان دنیا هستند، هر دو دنیا. و ام المؤمنین، مادر مؤمنین است. مطهره من الزنا، پاک است از زنا. بریئه عن ما قال الروافض، و پاک است از آن چیزی که روافض میگه. فمن شهد علیها بالزنا، کسی که به ایشان تهمت زنا میزنه، فهو ولد الزنا، پس او ولد زنا هست. یعنی علی ابن ابراهیم قمی و کسانی که حرف علی ابن ابراهیم قمی رو، هر کسی که هست از کلینی و مجلسی گرفته تا هر جانوری که هست در اون مذهب، هر کسی که تهمت زنا به ام المؤمنین عایشه صدیقه میزنه، در این کتاب میگه که ولد زنا هست. اگر ولد زنا نباشه تهمت به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نمیزنه. این از این مطلب. تحفة الاثنی عشریه، یکی از علمای بزرگ احناف، شاه عبدالعزیز دهلوی رحمت الله علیه، در مورد شیعه چی میگه؟ در مورد روافض: من اکتشف عن عقایدهم الخبیثه، کسی که کشف بکنه عقاید خبیث این قوم را. علم ان لیس لهم فی الاسلام نصیب، یقینا میدانه که اونها در اسلام هیچ نصیبی ندارن. و تحقق کفرهم لدیه، و یقین حاصل میشه براش که اونها کافر هستن. و رای منهم کل امر العجیب و اطلع علی کل امر غریب و تیقن، تا آخرش. بله، اینجا این آیه را میره که در مورد منافقین در سوره بقره اومده. این رای ایشون هست که کسی که عقاید اینها را آگاهی پیدا بکنه، شکی براش پیدا نمیشه که اینها کافر هستن. این رای شاه عبدالعزیز دهلوی رحمت الله علیه. این کتاب اصول سرخسی است، جلد دوم، از ابوالوفای افغانی، یکی از علمای بزرگ احناف. در صفحه 134
در اینجا میگه که در ذیل آیه محمد رسول الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم وصفهم بانهم خیر الناس. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که صحابه من بهترین انسان ها هستند. خیر الناس قرنی الذين انا فيهم، بهترین مردم اون قرنی هستن که من در بین اونها هستم. و شریعه انما بلغتنا بنقلهم، این شریعت توسط آنها به ما رسیده. فمن طعن فیهم، کسی که در اونها طعن وارد بکنه، فهو ملحد منابذ للاسلام، کسی که اونها رو در موردشون طعن و لعن وارد بکنه ملحد است، مخالف اسلام است. دواش میدونید چیه؟ شمشیر، اگر که توبه نکرد. این در مورد این عالم بزرگ حنفی و ده ها و صدها روایات دیگر است که مگر همینطور توی برنامه گفتم تا صبح من بیام فقط از کتب احناف در مورد رأی مذهب حنفی در مورد شیعه صحبت بکنم تمام نمیشه. حالا چی میگن؟ ما که با 4 مذهب مشکل نداریم. آقای قزوینی شما مشکل نداری، 4 مذهب با تو مشکل داره. من اگر 10 ساعت اینجا برنامه اختصاص داده بشه که در مورد رأی علمای شوافع، حنابله، مالکیه صحبت بکنم هنوزم وقت کم میارم. همشون رو اسکن کرده از کتاباشون دارم، اسکن شده از کتابهای 4 مذهب رأی اینها در مورد روافض. اگر این برادر نمیپرسیدن در این مورد من صحبت نمی کردم. اما اینایی که امروز میرن در این کانال ها در کنار این زنادقه میشینن و دم از وحدت میزنن، یک سری هم به کتب مذهبشون بزنن و ببینن که رأی مذهب چی است. اما کسی که مذهبش درهم و دینار باشه شما بیشتر از اون توقع نداشته باشید ازش.